هتل ترین زندان دنیا. ایشون که لش کرده و در آفتاب میگیره به 16 سال حبس به خاطر قتل و جنایت محکوم شده و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. دوران محکومیتی که از زندگی خیلیامون لاکچری تره. جزیره باستوی در اسلو نروژ زندانیه که رویکرد متفاوتی رو برای سپری کردن دوران محکومیت زندانیانش داره. در این زندان خبری از دیوار بلند و سیم خاردار نیست و زندانیان در آزادترین حالت ممکن زندگی میکنن. اونها به جای سلولهای تنگ و تاریک در این کلبه‌های چوبی زیبا که در دل طبیعت قرار داره زندگی میکنن و اتاق‌هاشون امکانات بی‌نظیری مثل تلویزیون و کامپیوتر داره. زندانیان برای گذراندن وقت به کشاورزی و دامداری مشغولن و در ازای کاری که انجام میدن دستمزد میگیرن. شاید بگین که اونا پارتی داشتن، اما باید بدونید کسانی که اینجا محبوسن جرایمی مثل قتل و قاچاق مواد مخدر مرتکب شدن و بسیار خطرناکن. جالبه بدونید دوچرخه سواری، ماهیگیری، اسب سواری، شنا و آفتاب گرفتن تو روزهای گرم سال جزو تفریحاتشونه. در حقیقت در اینجا به زندانیان فرصت یک زندگی درست و سالم داده میشه و باهاشون با احترام برخورد میشه. همین طرز برخورد باعث شده 84% از زندانیانی که آزاد شدن سمت هیچ خلافی نرن که در مقایسه با زندانهای عادی نروژ آمار بسیار بی‌نظیریه. حالا تو بگو، حاضری جاتو با اون عوض کنی؟ تو کامنت بنویس. واقعیت‌های عجیب و جالب دنیا رو میتونی تو فکتول پیدا کنی.